مستقیم باید میرفت. خونه حاج آقا فاضل کجا؟ خونه حاج آقا فاضل بابا در رو رفتیم داخل دست چپ از اون دفعه اشتباه اومد. هستن حاج آقا فاضل؟ حاج آقا خونه هستن. زنگ زدین؟ من میخوام یکی دو روز مهمون حاجی باشم. یه روز مهمون حاجی باشم. اصلا میشه بهش دروغ گفت؟ بعد میشه ازش بخوایم یه وقتایی تظاهر کنه، ریا بکنه به خاطر فیلم ما؟ 5 تا 10 تا مثل خودم یا از خودم بهتر برای مجلس بیارم. نکته قابل توجهی که این هفته در برنامه‌های تلویزیون پشم و شیشه آخوندی بود تلاش رژیم بود برای اینکه در هفته جنگ یه جوری به نیروهای وارفته خودش روحیه بده، از جمله با فیلم‌های مختلفی که ساخته بودن، فیلم‌های جنگی خیلی مضحک. حالا این وسط کماکان سریال‌ها و فیلم‌های مربوط به آخوندا و آخوندیسم به قول معروف و تلاش برای جستجو و پیدا کردن آخوندا و طلبه‌های مختلف در اقصانقاط کشور رو هم ادامه میدادن، فیلم‌هایی که بیشتر به سفرهای گالیور شباهت داشت. اجازه بدین که یک قطعه طنز رو در مورد یکی از این فیلم‌ها با هم ببینیم. آقا امامزاده سلطان محمد کجاست؟ بله؟ امامزاده سلطان محمد اینجا آقا امامزاده کجاست؟ بابا حاج آقا فاضل، بابا راست شکم تو بگیر برو. سلام هستن حاج آقا فاضل؟ چی؟ اومدین تخلیه فاضل ها؟ حاج آقا فاضل؟ قبلا زنگ زدی؟ زنگ که 1-2 ساعت پیش زنگ دادم گفتن مسجد سر نماز. زنگ زدی برو زیاده زنگ بزن. داداش سر کارت گذاشتم. برو داداش، حاج آقا که نماز نمیخونه که. کلی کار داره، رئیس حوزه است، اصلا به نماز خوندن نمیرسه. برو آقا. من میخوام 1-2 روز مهمون حاجی باشم. با حاجی چجوری رفتار کنم درسته؟ جدی؟ از صدا و سیما اومدین؟ مهمون حاج آقا بفرمایید تو خب دم در بعده. مرغ هستا مرغ. بگم واسهتون تخم کنه یا نیم روی براتون درست کنیم. والا حاجی رئیس طلبه‌هاست. شما هر جور طلبه‌ای باش تبالا کن. ته کن دیگه. خودت باش ته. اصلا میشه بهش دروغ گفت؟ جلو حاجی؟ بابا جلو حاجی و ملق‌بازی دروغو بیخیال شو. یعنی جلوش کم میاری خیتت میکنه. بعد میشه ازش بخوایم یه وقتایی تظاهر کنه، ریا بکنه به خاطر فیلم ما؟ ازش بخوای؟ البته نمیخواد ازش بخوای. جلو دوربین و پشت دوربین نداره. ژنتیک فوتوریاتیکه. یعنی میدونی؟ یعنی سیاه‌بازی تو خونشه. چند وقته تو این حوزه‌ای؟ چی؟ خیلی وقته. از زمان محمد علی بوقدیر قاجار. یه چیزی یادم بده داره میره شاه آقا. ازش چی بپرسم خوبه؟ چی بپرسی؟ بهش بگو من رفته بودم دم گل فروشی، هرچی گشتم قشنگترین گلمو پیدا نکردم. آخه گوسفند چرا اون گلو خوردی؟ همینو بهش بگو. نه جدی. جدی؟ خب باش. ببین اگه رفتی پیش حاج آقا بهش بگو ما از وزارت کشاورزی اومدیم. حاج آقا شما به عنوان چغندر نمونه سال انتخاب شدید. چیکار کنم آدم بشم؟ اشتباه اومده آقا، آدرس اشتباه دادن. اینجا دامداریه. اگه میخوای اینطوری دام بشی اینا همینطوری سرتو مثل گاو بندازی بری همین ته این خیابون پیدا میکنی حاج آقا رو. آدم بشه نیستی تو. حاج آقا فاضل شما این؟ بله بفرمایید. ببخشید این کارخونه مال شماست؟ بله اینا هم محصولات ما هستن. چیک با دوام، مطمئن با گارانتی. همه رقمش هم داریم، سایزهای مختلف، رنگای مختلف. آخون بدم مثل احمد خاتمی به شرط چاقو اسفل ورامی. علم الهدا بدم خربوزه مشهد چطوری قاچ بزن سروش کن. اینا هم که میبینید همه پرتای جنسن دیگه. ارزون وردار بیا ببر، سوا کن و جدا کن. بودو بیا این بره بازار حلاتش کردم. ولی فقیه بدم 3 جفت 100 تومن خونه دار بچه دار زنبیل و بردار بیار. 150 به پیچ اینجا آتیش زدم به مالم. بودو بیا پلیستر از 100 متر بردار و چیندار. 3 جفت 100 تومن تا ساق پا پایین مچ پا. بودو بیا آقا جو حراجیه. بودو بیا.